سلام، من مجید پورساداتم از بایت منتور. امروز اومدیم در مورد SEM صحبت کنیم یا همون Search Engine Marketing، بازاریابی از طریق موتورهای جستجو. بازاریابی از طریق موتورهای جستجو به 3 بخش تقسیم میشه: گوگل ادز، تبلیغات نمایشی و تبلیغات ویدئویی یا همون یوتیوبی که شما میبینید. شاید الان براتون سوال باشه فرق SEM با SEO چیه؟ توی SEM ما بابت تبلیغات باید پول بدیم، کوتاه مدته و تا زمانی اجرا میشه که باجت اون بالا است. ولی توی SEO اینجوری نیست. SEO دائمیه و تقریبا میشه گفت رایگان برامون تموم میشه و بابت حضور اون در نتایج جستجو پولی رو ما پرداخت نمیکنیم. ولی توی SEM اینجوری نیست. ما بابت گوگل ادزمون باید پول بدیم و تا زمانی که باجتمون تموم نشه بالا هستیم و هر زمان باجت تموم بشه دیگه تبلیغاتمون نمایش داده نمیشه. توی SEO ولی اینجوری نیست. توی SEO ما میتونیم خیلی راحت توی نتایج جستجو بالا باشیم و هزینه‌ای هم بابتش پرداخت نمی‌کنیم و دائمیه. SEM به درد چه نوع بیزینس‌هایی می‌خوره؟ SEM به درد بیزینس‌های نوپا می‌خوره که خیلی سریع می‌خوان به مشتری برسن و توی نتایج جستجو بالا باشن و بهترین راه هم گرفتن ترافیک از گوگله، چون اونها مشتری‌های حال حاضر ما هستن. اونها نیاز داشتن که عبارات یا خدمات ما رو سرچ کردن و وارد وبسایت ما بشن. بنابراین اگه بیزینس نوپایی دارید بهتره که از SEM زیاد استفاده کنید تا زمانی که SEO تون رو به راه بشه. موفق باشید.